بر جمال محمد صلوات. اللهم صل علی محمد. یالا تا نگیرم. آتیشش کم کنیم. آتیشش کم کردیم. آروم. سب. ناز گلابو بیار. بسه نه نریزی بسشه. بابا میگن وقت رنگ نداشت. چرا بده به من. یا لیلا به هم بزنه. نه دیگه زعفرونش اندازه. گلناز برو. بدی من. گلاب بریز. اینو بگیری. به ترتیب هر کی نذاره به هم بزنه. بریزم عزیز جون. بریز مادر. صلوات هم بفرست. اللهم صل بریز صلوات بفرستین و بریزی. عزیز جون بازم بریزم گلا. آماده؟ یا امام حسن. یا امام حسن. مادر بریز زر بچشمین تشمین. دایم به هوای هی امتحان کنن. بالاخره باید اینا باید تست بشه. صلوات اینجوری که دیگه داره جان. بنویس. زیاد تکون نخوره اینا. بسه. بریز. هم بزن. بیا بادم. همون دم کنی رو بذار. یادت نره. خب حالا اینو بچه‌ها ببر ببرید اینجا. این همسایه دست چپیه بدید. برو حسین جون برو قربونت برم. ببر اینم بگیر ای داد. مادر جون منم کمک کنم. خوبه اینا رو بدید. اینم ببر اینجا. ردیف بدید همه. سلام حسین جون. خوب هستی؟ قربان تو. دوست من رضا نشه شله زرد درست کرده بود. قربان تو آقا اومدید بفرم. دایی جون بچه‌ها اومدن. دایی جون. بله. سلام. قبول باشه. یالا دوست من رضا. سلام آقا رضا. شله زرد بود. روش کردن شله زرد دارم آوردن. بیا. لیلا جون. حال شما. رضا هم زحمت کشیدن. دوستم میرن شله زرد آوردن. بفرم. بس من نگه دار. امه جون اینو برای نرگس خانم پر کنیم. اینم بده من بریم. خیلی خوبه منه. خوش آمدید. دستون درد نکنه. ما خودمونم مشغول بودیم. خلاصه اولین بار که رضا رو دیدم تو مراسم پختن شل زرد نظری بود. رضا واسه برادرم حسین یک کاسه شل زرد نظری آورد. امتیاز بدیم به این کاسه با این کاسه رو ما بخوایم بالاخره ما بخوایم تکلیف روشن شه. ما این کاریم یا رفیق شما آقا رضا؟ خدا این بابا بده بیا. خب آقا یه قاشق از این یه قاشق از این بزن آقا اینو اول. من این قسمت آقا رضا رو بزنم ببینم چیکار کرده. امیر اینجا بی‌طرفه. انصافا کلی میگیره. نه واقعا مال رضا بهتره. دایی جون اینا چی هن؟ اینا بیا نگاه کن. هم شیرینیش بله مال یکیم، هم تزیینات، هم رنگش، هم باقالی و بادومش. باقالی چیه دایی جون؟ این پسته فردلاست که بهتره از آقا. آذر ماه اون سال با رضا ازدواج کردم. چند ماه بعدش درست روز تولدم متوجه شدم که حامله نمیشم. داشت من خرسه گنده شبیه تمام وقتی من کجا گیر آوردی وای آخه این موهاشو نگاه کن روانه شد کام دلم وای از دلم خیلی خوشگله بدش ببینم سب کن کندی بیا من از غم چون روی تو
به چی میخندی؟ تو به چی میخندی؟ من دارم خفه میشم. بگم به چی میخندی؟ بگم بگو اگه نگی نمیگم. بگو بگم بگو بگم بگو بگم بگو. اون شب شام خونه مادرم اینا دعوت بودیم. خانواده شوهرم هم فهمیدن که تولدمه. قرار شد اول یه سر بریم اونجا، بعد خونه مادرم. سلام بفرمایید. خودت گلی، تولدت مبارک. آقا جون شما چرا در باز کردین؟ مگه گل محمد نبود؟ آقا می‌خواستم خودشون در باز کنن. شما چقدر دیر اومدید؟ من همش منتظرتون بودم. آقا رضا یعنی ماشاءالله 4 ساعت. بفرمایید بسم الله. خانم ببین چه گلی برات آوردن. ممنون لیلا جون، قربون تو. تولدت مبارک. رضا جون سلام عزیزم. سلام داداشی. خوبه؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم. تولدت مبارک. لیلا جون. تولدت مبارک. بیا پلو خودم بشین لیلا جون. چشم. مرسی. بیا عزیز جون. خوش اومدین بچه‌ها. خوش اومدین. رانندگی آقا رضا. خب چند سالت شد حالا؟ این چه سوالیست میکنی خانم؟ یه چیزی تو مایه‌های سن و سال خودتون. لیلا جون من یه چیز کوچیکی واسط آوردم، امیدوارم که خوشت بیاد، بدون بسته‌بندی واسه انگشت کوچیکه شما. وای آقا جون دستتون درد نکنه، چقدر قشنگه. روشم نوشته الملک لله. لیلا جون یه هدیه کوچیکم من برای تو دارم، امیدوارم بپسندی. شرمندم کردین مادر جون. قابل تو رو نداره. انشالله سال دیگه همین موقع با پسر کوچولو و خوشگلت یه مهمونی بزرگ همینجا میگیریم، عزیز جون و برادرات و همه رو میگیم، دور هم دیگه جمع میشیم. انقدر دلم میخواد پسر رضا رو ببینم. سلام داداش. سلام لیلا جون. سلام لیلا جون. خوبه؟ سلام آقا رضا. آقای جبهه خانم. سلام لیلا خانم. تولد جدا مشهده. قابل شما رو نداره. قربونتون برم. بفرمایید خانم، قابل شما رو نداره. ممنون گل محمد باغ روز ازل چون که پا نهاد، گل دید عاشق است بنا بر جفا نهاد. قربونتون برم. خب اینم کادوی ما که هم از همه بزرگتره، هم از همه گرونتره، هم مصرفش بیشتره، به خصوص برای رضا. شرمنده کردین واقعا. قابلی نداره عزیزا. رضا عاشق چایه، صبح شب چای میخوره. اینم مال تو، ولی به شرطی که توش غذاهای خوشمزه درست نکنی که داداشم چاق بشه ها. نه ترس، حالا جا داره. اگه داماد بدیه بگو کتکش بزنیم ها. آخه نه حیوونیه. لیلا جون فریده پای تلفنه، با شما کار کنم. مرسی. بله سلام لیلا جون. سلام فریده جون. تولدت مبارک. قربونت برم. ایشالله تولد تو. یه چیز ناقابل برات گرفتم بعداً چرا بهت زحمت کشیدی؟ قابلتو نداره. ممنون. ببینم راستی آقا جون چی بهت داد؟ یه انگشتر عقیق سبز. پس معلوم میشه خیلی دوست داره ها. انگشتر مال مادرش بوده، خانم بزرگ. بعداً بهم نشون بده. باشه. خدافظ. قربونت برم. خدافظ. خدایا چه حال خوبی دارم، مثل اینکه تو آسمونام، رو ابرام. خدایا ممنون. رضا دوست داری چند تا بچه داشته باشی؟ سالی 2 تا. نه جدی. چه میدونم چه سوالایی میکنی؟ 100 تا 200 تا هرچی بیشتر بهتر. اگه بچه دار نشم چی؟ دیگه چه بهتر؟ اگه بچه دار نشم طلاقم نمیدی؟ بدان و آگاه باش که من تو را برای خودت میخواهم، نه برای بچه یا چیز دیگر.
جانوری که میبینید لیلانم دارد. این جانور دلش بچه میخواهد، آن هم نه یکی و 2 تا بلکه 100 تا و 200 تا. مبارک. سلام. حالا نمیشد به جای سرمای برنامه اتاق اجرا کردین. اون وقت بگین داییمون پیر شده. این 50 کیلو منقل چجوری براتون یه ساعت دارم میبرم. بریم. بزن حسین جون. حسین جون بزن. ای نامد از دل و جان، از دل و جان، از زبان جاری عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری نور یادت همیشه در دل ما نفشان جاری تو نسیم خوش نفسی من کبیر خور و خسم گر به فریادم نرسی همچو مرغی در قفسم تو آمدی اجازه بدین خواهش میکنم خانم آقایون، قبل از شام من میخوام کادومو اول بدم به لیلا. صبر کنین. خب لیلا جون این کادو از طرف منه، یکیشم از طرف همسر گرامی، اصلا قابل قدر. خیلی ممنون. انتخاب خودشه. آقا انتخاب خودشه. تو با منی اما من از خودم دور. آقا کادو بعدی ببینید. اول اسم تو رضام روش حک شده. وای چرا زحمت کشیدی؟ چقدر پاریسی خب دیگه کی کادو داره؟ خب کادوی دایی جون عزیزت گل گلاب، یک جفت قناری بند پاپی. دست شما نکنه. خب کادو حسین از طرف همه قناریا و کبوترها. تو با منی اما من از خودم دورم. روز بعدش به اتفاق رضا رفتیم دکتر. بهش گفتم که الان چند وقته که از عروسی ما میگذره و من هنوز حامله نیستم. گفت پیش میاد، جای نگرانی نیست. گاهی اوقات ممکنه ذاتی باشه که هیچ کاریش هم نمیشه کرد. البته اگه از طرف مرد باشه که 100% نمیشه کاریش کرد، ولی خب اگه از طرف زن باشه گاهی میشه با دوا و درمون و حتی عمل هم بچه دار شد. به هر حال مینویسم برید آزمایش بشید، جوابشو بیارید تا بهتون بگم. یک شنبه دیگه همین ساعت. اگه مشکل از طرف تو باشه برام اصلا مهم نیست. از همینم که از خیلی راضیم. اما اگه از طرف من باشه منم همینطور هستم که از خیلی راضیم. این حرفش خیلی به دلم نشست. حس کردم تنها نیستم. فقط قول بده به هیچ کی حرفی نزنی تا روز یک شنبه. به هیچ کسا.
بله. سلام لیلا جون. سلام، خوب هستی؟ حالت خوبه؟ متشکر به لطفتون. خب کجا بودین؟ دکتر بودین؟ دکتر بله. خب چی شد؟ چی گفت مادر جون؟ والا قرار آزمایش بشه. پس قرار آزمایش بشه؟ کدوم آزمایشگاه آخه؟ بله. باید مطمئن باشی برای اینکه هر آزمایشگاهی که نمیشه رفت لیلا جون. شوخی بردار نیست. یه وقت دیدی جواب عوضی دادن. به هر حال لیلا جون شما مطمئن باشین که از طرف رضا هیچ اشکالی نیست. اصلا ما تا به حال تو فامیلمون هیچ وقت از این حرفا نداشتیم. خدا رو شکر که جدن در جد رضا بچه های جور با جور داشتن. حالا هم که میبینی رضاست و 4 تا خواهر. انشالله که همشون خوب و سلامت باشن. مادر جون سلام. سلام رضا جون. مادر جون حالا چه وقت این حرفا؟ مادر من میدونم که عیب از تو نیست. فرقی نمیکنه. چی فرق نمیکنه؟ خیلی فرق میکنه. آخه هنوز معلوم نیست اصلا چی به چی هست. حالا شما شام بیاین منزل ما. ممنون ولی فکر نکنم. خداحافظ. الو. سلام. چطوری؟ خوبی؟ با لیلا میخوام حرف بزنم. پروین جون میخواد با حرف بزنه. بگو سرش درد میکنه. نمیتونه. لیلا حالش خوش نیست. منم همچین حالی ندارم. خب دکتر چی گفت؟ باید آزمایش‌های مختلف بکنیم. ببین از مادر جون بپرس برات تعریف. با خودت نمیتونی بگی نور خواهم؟ باشه چیه؟ خداحافظ. الو. سلام رضا جون. سلام فیروزه تویی؟ خب چی شد؟ تعریف کن ببینم. بابا چی شده؟ چرا انقدر نگرانی؟ نگران نیستم ولی میخوام بدونم. خب باید صبر کنیم جواب آزمایشا بیاد. خب انشالله خیره. ولی رضا جون تو خیالت راحت باشه. عیب از طرف ما نیست. برامون هیچ فرقی نمیکنه. بود و نبودش یکیه. خداحافظ. ببین لیلا. هی ولش کن. لابد یا مادره یا یکی خواهر. تو رو خدا به دلت نگیر. نه. حرفی که بهت زدم باور کن. بی خود لیلا تحت تاثیر حرف این اون قرار نگیر. نه میفهمم. بالاخره تو تنها پسر فامیلی. طبیعی که باید پسر داشته باشی. ایشالله درست میشه. فعلا اصلا در موردش صحبت نکنیم. خب؟ چیکار کنیم امشب لیلا؟ نمیدونم. هرچی تو میگی. من میگم خونه بمونیم، یه چیزی درست کنیم، بخوریم، قربون صدقه هم بریم. بعدشم فیلم سینمایی نگاه کنیم. خوبه؟ لیلا. اوی. خب دیگه عالیه. اینم عمي جان عزیز. معطل نمیشه. اشخاص مهمی سوارشن. شما برید من بهتون میرسم. بریم رفقا. عجله کن. عجله کن. عجله کن. شما ایرادی ندارین. ایراد از خانومه. اینطور که آزمایشات نشون میده متاسفانه هورموناتون خیلی پایینه. میدونی برای اینکه بتونی نطفه رو نگه داری باید هورمونای استروژن یا پروژسترون ترشح کنی. اون وقت راه علاجی نداره؟
والا نمیدونم، حالا من دوا نویسم. ممکنه یه راهایم بهتون پیشنهاد کنن که بشه بچه دار شد، ولی با این حد پایین هورمون ها بعیده. به هر حال یه راهش پروپاستیه که باعث میشه بیشتر از یک تخمک به وجود بیاد. 6-7 تا اینکه بالاخره یکیش بگیره. بعد باید هر روز مصادف بشه که اندازه وجود تخمک رو بررسی. راه دیگه‌اش راه محصولیه که البته می‌تونم خیلی خرج بکنم تو بکشه. از این سفر هم باید بریم توی نوبت. حالا اساساً می‌دونیم که اصلا زن نتونه بچه رو نگه داره. در این صورت باید بریم بخوابه، تکون نخوره و آماده هورمون بزنه تا اینکه بچه. بله؟ سلام. خواهش میکنم. بله میتونین تشریف بیارین هفته آینده. بله. از اون بابت نگران نباشید. من آزمایشات رو نگاه کردم، مسئله‌ای ندارین. فقط حتما بیایید که داروهاتون عوض کنم. نه اصلا موردی نداره. خواهش میکنم. خداحافظ. لیلا خواهش میکنم تو خیابون گریه نکن. لیلا تو رو خدا بیا بریم. کجا بریم؟ خونه. فقط خواهش میکنم اگه مادرشون تلفن زد که حتما میزنه خودت جوابشو بده. باش. تو هم به من قول بده که اصلا فراموشش کنی. آقا جون من بچه نمیخوام. تموم. خواهش میکنم لیلا زندگی رو جهنمش نکن. به خدا بچه برای من مهم نیست، تو مهمی. لیلا تو رو خدا گریه نکن دیگه. آقا هنوز که هیچ چیز قطعی نشده که. من ندیدی خود دکتر گفتش که یه عالمه دوا و آزمایش و این چیزا مونده. بعدش ما فقط یه دکتر رفتیم. مدت‌ها سرگرم اجرای راه‌های پیشنهادی خانم دکتر بودم. اول مفصل قرص‌های هورمون می‌خوردم که فایده‌ای نداشت. بعد رفتم دنبال مرحله پروپاستیکی که اونم بعد از بروبیای زیاد و سونوگرافی‌های هر روزه به جای نرسید. دیگه با لقاح مصنوعی رضا موافق نبود و منم زیاد از اندوسکوپی دلخوشی نداشتم. به خصوص اینکه از 1 سال قبل باید میرفتم تو نوبت که حالا درست بشه یا نشه. توی این فاصله مرتب از این دکتر علفی به اون دکتر علفی، طب مدرن، طب سنتی، همه جور. یه روزم با رضا رفتیم پرورشگاه بچه برداریم. زن و شوهری که جهت فرزندخوندگی مراجعه میکنه باید دارای شرایط خاصی باشه. مسلمون باشه، باسواد باشه. حتما باید که شرایط و امکانات خاص و مناسبی از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داشته باشن و صاحب اولاد هم نشه. جهت اینکه بخوان پرونده تشکیل بدن باید به دادگستری تهران مراجعه کنن و مدارکی رو اونجا ارائه میدن و بعد معرفی میشن به شیرخوارگاه آمنی. بعد از انجام بازدید منزل، خانواده اگر که از همه نظر مورد تایید قرار بگیره مجبور هست که تو نوبت بمونه، به علت اینکه ما فرزند خیلی کم داریم و خانواده‌های بسیاری تو پشت نوبت هستن. اکثرا خواهان نوزاد دختر هستن و بچه‌های کوچیکی که بتونن محرم کنن، ولی ما مشخص نمیشه. احتمال داره که بین 1 تا 2 سال این قضیه طول بکشه.
آخه بعد فرداش میان میگه آب‌هویج داری؟ نه من یه روز خب یه آقای بس رفته بود بازار بچه خب چی میگی؟ نمیدونم سخته انگار همشون یه جوری غریبن البته بعضی هاشون هم مثل فرشته ها میمونن. چرا هر فصلی بهش نمیگی؟ چرا بهش نمیگی تو که میتونی بچه داشتی واسه چی باید بچه غریبه رو بزرگ کنی؟ میدونی رضا فکر میکنم یه جوری خودخواهی منه. تو که میتونی بچه داشتی چرا باید بچه غریبه رو بزرگ کنی؟ کی کباب میخواد؟ کباب چی میخواد؟ بیا از این گوجه بزن بکنه بهانه گوجه کبابو داری میخوری؟ نمک همیشه مواظب باش بچه از رو دوشت نیفته ها. بله مواظبم. تمرین نداره بیچاره کار بکنه. خب بیچاره بچه‌م چقدر بچه دوست داره. من میدونم ته دلش چی میگذره میسوزه و میسازه ولی از اونجایی که زنش بچه دار نمیشه صداش در زنه نمیاد. کلن زبونشو بسته حسابی روش سواره. ایوا لیلا جون تو اینجایی مادر؟ نمیری بازی بکنی؟ حالت خوبه؟ یکم سرم درد میکنه. چرا نمیری عزیزم رو اون پتو دراز بکشی پلو بردو؟ آره شما فکر میکنی رضا داره میسوزه و میسازه؟ حرفاتون رو شنیدم از تعجب خشکم زد. رضا بارا گفته که بچه نمیخواد. ببین لیلا جون من رضا رو بزرگ کردم میشناسمش اون به خاطر تو حرفی نمیزنه ولی ته دلش عاشق بچه است. مگه من نیستم کیه که دلش بچه نخواد؟ خب چی کار کنم؟ خیلی کارا میشه کرد. کردم خودتون که دیدین هیچ کدومش جواب نداد. خب قسمت دیگه تو گناهی نکردی ولی میتونی ثواب بکنی. چی کار کنم؟ تو خودت باید یک کاری بکنی. چی کار؟ بیا خانومی بکن اجازه بده رضا زن بگیره لیلا. اگه رضا هم بچه دار نمیشد بازم همینو میخواستی؟ نه نمیدونم خب لابد خدا نمیخواد ولی اگر تو رضا رو دوست داری یک کاری بکن داره دیر میشه. بیچاره مادره شاید حق به اونه. من که بچه ندارم بفهمم چی به چیه. چی بگم؟ چی میدونم؟ فقط بگو باشه همین. بگم باشه؟ آره باشه الهی خوشبخت بشی دخترم خوشبخت بشی. الهی چه خبره؟ ما چه بوسه رو انداختیم؟ امر خیره. مبارکه. امیدوارم خانم دوم شما مثل من نازا عذاب در نیاد چون اصلا معلوم نیست. من اگه میدونستم بچه دار نمیشم هیچ وقت زنت نمیشدم. چی میگی؟ اینا رو میگی که من امتحان کنی؟ چه امتحانی؟ چه میدونم که ببینید چقدر دوست دارم. امتحان نیست. میخوام که تو مادر جون تو باید بالاخره بچه دار بشی. تنها راهش هم اینه که ازدواج کنی. ندیدی مادر جون چقدر خوشحال شد؟ بی خود کرد خوشحال شد. اصلا به اون چه مربوطه؟ خوشحال شد.
حرفا چیه میزنی؟ این کارا چیه؟ یعنی تو واقعا میتونی تحمل کنی که یه زن دیگه تو این خونه باشه؟ نکن عقل تو از دست دادی؟ امیدوارم وضع روحی منو بفهمی. ببین من خیلی خوب وضع روحی تو رو میفهمم، وضع روحی مادرم رو میفهمم، وضع روحی همه رو میفهمم. اما نمیدونم چطور هیچکس وضع روحی منو نمیفهمه. آخه چطور تو و مادرم میشینین با هم تصمیم میگیرین من چی کار کنم؟ من آدم نیستم. اصلا تو چرا باید اجازه بدی تو زندگی ما دخالت کنم؟ به اونا چه مربوطه من بچه میخوام یا نمیخوام؟ میان میشینن زیر پاته میگن اجاقت کوره، اجاقت کوره. تو چرا ناراحت میشی؟ من ناراحت نمیشم، جشن میگیرم. ولی تو که اجاقت کور نیست چرا باید پای من بسوزی ها؟ نه ترس، نمیسوزم، خودم بلدم تصمیم بگیرم. ببین 100 بار بهت گفتم، یه بار دیگه میگم، بچه نداریم بهتر، خیالمون راحت. نمیتونیم راحت باشیم. نمیتونیم، پس بریم از اون بالا خودمون رو بندازیم پایین خلاص شیم. بابا اینطوری که نمیشه. تو الان میدونی چند وقت پدر منو در آوردی؟ هی دوا، هی دکتر، هی آزمایش. آقا من بچه نمیخوام. تو هم اینطوری نمیخوام. توی قبلیت کجا رفت؟ کجا؟ میرم خونه شما پیش حسین، حالا آدمو میفهمه. خونه ما هیچ کس نمیدونه که من بچه دار نمیشم. اگه بفهمن خیلی بد میشه. رضا نرو. من میشم لیلای قبلی. ها خوب شد. نگاه کن اینجوری. این همه بچه تو دنیاست، نمیشد یکیش مال من بود؟ داری ازم انتقام میگیری؟ مگه من چه گناهی کردم؟ بگو دیگه، بگو. همه گناهاتونو ببخش. آره دیگه برگشت شد مامانشینو وایسات حسابی و خوب گفت به شما چه ربطی داره که تو زندگی من دخالت میکنی؟ آفرین به رضا، پس حسابی جلوش وایسا. آره باید قیافه مادره رو فقط میدیدی. حتما حسابی ترش کرده بود. ولی گلناز نمیدونی چقدر حالم خوب شده. چه خوب؟ مثلا سبک شدم، یه حال خوبی دارم، انگار که میخوام پرواز کنم از خوب. پس زندگی چینی شد. شامم دارم براش خورش چینی درست میکنه. خوش به حال رضا. خوره حال کنه. زیادی چاق و چلاش نکنی ها. کیه؟ سلام مادر جون. سلام. چه کار خوبی کردین اومدین، حیف که رضا نیست. میدونم، به شرکت زنگ زدم. بفرمایین. چه عجب واقعا، شما که هیچ وقت از این کارا نمی‌کردین.
بفرمایید. یه هفته‌ای میشه که از لیلا جون هیچ خبری نیست. دیگه حسابی دلم تنگ شده. بهتره برم به دخترم یه سری بزنم. خیلی کار خوبی کردید، تشریف آوردید. بفرمایید مادر. خسته شدم. حق داریم. بذارین چادرتون رو بردارم. ممنون. بفرمایید. من الان میام خدمتتون. خب چیکار میکردی دختر جون؟ داشتم غذای چینی درست میکردم. رضا خیلی دوست داره. تو هم با این علاقه‌ای که به رضا داری به کلی خودتو فراموش کردی. اصلا به فکر خودت نیستی. لیلا تو رو خدا زحمت نکش. من همه چی خوردم. خواستم یه چند دقیقه تو رو ببینم و برم خونه. امشب مهمون داری. آقا جون خوب هستن بچه‌ها؟ همه خوبن. میخوایی تو و رضا امشب بیاین اونجا؟ خاله جون اینا هستن. متشکرم از لطفتون. ما باید بریم امشب خونه مادرم، اینا خیلی وقت ندیدیمشون. ببینم میخوای ترشی بندازی؟ بله. من امسال یه عالمه ترشی درست کردم. برات میارم، تو به فکر هیچی نباش. متشکرم از لطفتون. مادرشون بفرمایید. ممنون دخترم. خیلی وقته که میخوام اینو بهت بدم. فرصت پیش نمی اومد. امروز رفتم سر کشوم ساعتم رو بردارم، یادم افتاد که اینو برای تو گذاشتم کنار. سر عقدم مادر آقا جون اینو بهم داد. گفتم خب اینم قسمت لیلاست. همه چی به پسر میرسه. پسر امید مادر و پدره. پسر گل سرسبد همه بچه هاست. مخصوصا من که فقط یه پسر دارم. خدا به من 4 تا دختر داده و یه پسر. انشالله همشون سالم و زنده باشن. سرنوشت هر کسی یه جوره. بله ممنون. وای چقدر قشنگی مادر جون. چقدر زحمت کشیدین. من که واقعا توقع نداشتم. تو از هیچ کی توقع نداری. تو از مال دنیا هیچی نمیخوای لیلا. خب چرا به گردنت نمیندازی؟ چقدر بهت میاد. رضا به هم گفته بود که تو مروارید رو خیلی دوست داری. قدیمی ها میگن مروارید اومد و نیومد داره. به یکی میاد به یکی نمیاد. به ما که همیشه اومده. برای همین هم واسه من آوردین. تا خیال میکنی که من بد تو رو میخوام. تو نمیدونی که من چقدر برای تو دعا کردم. نذر کردم که تو بچه دار بشی. چه شبها که تا صبح نخوابیدم گریه کردم، برای تو دعا خوندم. چه فرقی میکنه؟ تو هم درست مثل دختر من میمونی. من که با تو پدر کشتگی ندارم لیلا، ولی تو داری اشتباه میکنی. تو حالا جوونی، پس فردا که مثل من پیر شدی میخوایی چیکار کنی؟ بالاخره که رضا زن میگیره. رضا خیلی بچه دوست داره. 10 بار تا حالا به هم گفته مادر جون وقتی که رفتی مشهد اون نظری بکن مادر، بلکه خدا دلش به حال ما بسوزه و بهمون بچه بکن، بلکه خدا اینا رو که به تو نمیگه و بهمون بچه میدونه که تو ناراحت میشی. اینا رو که به تو نمیگه میدونه که تو ناراحت میشی. پارسال که خاله شمسی میرفت سوریه، پارسال که خاله شمسی رفته بود سوریه، رضا بهش گفته بود که برای منم نذر کنین که من بچه دار بشم، اون وقت خودم میام زیارت حضرت زینب. خب بچم چجوری بگه؟ تو روزنامه اعلان کنه که دلش بچه میخواد که تو قبول داشته باشی؟ لیلا بیا به حرفای من گوش کن. من خوبی تو رو میخوام. بیا خودت خانومی بکن، اجازه بده که ما برای رضا زن پیدا بکنیم. چند روز دیگه که سن و سالت بالا رفت، یه دفعه میشنوی که ای دل غافل رضا رفته یواشکی زن گرفته. اون وقت هم پیر شدی هم آبروت رفته. اون وقت جلوی فامیل و در و همسایه ها باید خودتو قایم بکنی. تو مردا رو نمیشناسی. اونا برای چیزی که دلشون بخواد پی همه چیزو به تنشون میمالن، مخصوصا بچه. این شوخی نیست. اونم تو خانواده ما که فقط یه پسر داریم. لیلا من اگر یه پسر دیگه داشتم اینطور که به تو التماس نمی کردم.
تو رو خدا گریه نکنی مادر جون. شما رضا رو راضی کنیم. من حرفی ندارم. آخه چه فایده که من رضا رو راضی کنم تو از اون طرف به جونش نق بزنی؟ من که چیزی نگفتم. ولی خب مردان وقتی یکی رو دوست دارن حتی اگه بچه دارم نشه بازم دوستش دارن. خب معلومه که رضا عاشق توه. اینو کی که ندونه؟ باشه مادر جون، هر کار که صلاح میدونی. من حرفی ندارم. خدا عمرت بده، خدا هر چی که دلت میخواد بهت بده. انشالله به آرزوهات برسی دخترم. خوشبخت باشی لیلا. اوه این چیه گردنته؟ مادر جون بهم داد. اومده بود اینجا؟ چیه باز اومد شستشو مغزت داد؟ میگه تو دلت خیلی بچه میخواد ولی رود نمیشه بگی. میگه چند بارم به اون خاله شمسی گفتی که واسه نظر و نیاز کنن که بچه دار بشی. خب بابا اون موقع که تو هزار جور دوا و درمون میکردی منم گفتم امان از دست این مادر من. ببین چه جوری از یه حرف من بول گرفته ها. رضا با سرنوشت نمیشه جنگید. یه بابا تو هم بگو که دلت بچه میخواد. بگو دیگه. توی رضا خوابیده بودی؟ بیدارت کردم ها؟ نه چراغ روشن کن. میترسم بدخواب شی. حالت خوبه؟ پیش مادر جون بودی؟ نه با من میشه با مادر جون صحبت کرد. رفته بودم خونه داداشت اینا. مهری چطور بود؟ بد نبود. اما مگه این دوتا بچه گذاشتم و دو کلمه حرف بزنیم؟ همش یا گریه یا دعوا یا شکم درد. هی مادرها رو صدا میکردن مامان. یعنی هیچی دیگه، هیچکی حرف نزنه، هیچ کاری نکنه، همه بشینن ما رو نگاه کنن. خواهش میکنم رضا دیگه حرف بچه نزن. به خدا اینجوری که مادر جون میگه نیست. تو اون دوره بروبیای سونوگرافی و دوا و دکتر و آزمایش و نمیدونم هزار جور از این حرفا ما یه کلمه دهنمون پرید. گفتم یه نظری بکنیم. اونم به خاطر تو که تو راحت بشی. آخه تو چرا نمیفهمی؟ برای چی هی به من باید بگی که زن بگیر؟ من زن میخوام چیکار کنم؟ خودت هم به زور گرفتم.
از بس که مادرم هی اصرار میکرد به پا نسلت منقرض نشه. خب بشه. ما چه گلی به سر این مردم زدیم؟ این همه آدم ریخته یکی کمتر. چه فرقی میکنه؟ لیلا حس میکنم سرد شدی. ازم دور شدی. دیگه دوستم نداری. من چی کارت کردم؟ تو کاری نکردی. من دیگه نمیتونم. الان چند وقته که همه مسئله ما شده بچه بچه بچه. همش دوا درمون و فکر و قصه. خسته شدم رضا، دیگه به خدا رمق ندارم. خب اینم یه جور دوا درمون و آزمایشه دیگه. آزمایش یعنی چی؟ ته دلم به خودم میگم اگه رضا دوستم داشته باشه یه زن دیگه براش مهم نیست، فقط بهش یه بچه میده. فرقی نکرده، عشقمون سر جاشه. همه مسئولیتشو میندازی رو دوش من. پس تو چی؟ من هستم، مواظبتم، باهات میمونم. خودم دارم رضایت میدم، باش واسدم. الو لیلا جون. سلام مادر جون. سلام. حال شما خوب هستین؟ تو حالت چطوره؟ ممنون به لطفتون. آقا جون خوب هستن؟ اونم حالش بد نیست، خوبه. خب مادر جون با رضا صحبت کردی؟ الو لیلا. بله لیلا صحبت کردی؟ بله. راضیه؟ راضی میشه. پس به فکر یه دختر باشم ها؟ باشید. اتفاقا یکی سراغ دارم، تو همین هفته قرارشو میذارم. خواهرم دختر زیاد سراغ داره، تو همسایگی اونای سرهنگ دختر خوبی داره که دیپلم است. خانواده خوبی هن. خیلی خوشگل نیست، اما خب دخترک بدم نیست. من با خواهرم صحبت میکنم، قرارشو میذارم. باشه مادر؟ باشه. اگه کاری نداری من دیگه برم به کارام برسم. خداحافظ مادر. خداحافظ. مادر جون امروز تلفن کرد، گفت که خاله شمسی برات یه دختر خوب پیدا کرده که بری خواستگاریش. دختر یه سرهنگه. دختر سرهنگه؟ نه باباش سرهنگه. گفتش که خیلی هم بد نیست قیافش، خوشگلینا نیست ولی خوب. نکنه ترشیده باشه. حتما دندوناش هم مصنوعیه. لابد چشاش هم لاستیکیه. موهاشم ریخته. دندوناش هم تلاس، 4 تا این ور 4 تا این ور. دست و پاشم آریه شبا پیچاشو صفر میکنم. 2 روز بعد مادر جون تلفن زد. قرار روز پنجشنبه عصر رو گذاشت نزدیک خونه خاله جون شمسی تو میرداماد، حوالی میدون محسنی، کوچه آصف، شماره 15. پنجشنبه عصر رضا رو خودم آماده کردم. انگار بچه‌مه، میخوام بفرستمش مدرسه. خودم لباساشو انتخاب کردم، کفشش و پیرنش و حسابی تر و تمیز و خوشگل شد. ازم پرسید چطورم، گفتم مثل یه تیکه ماه شدی، حتما دختره عاشقت میشه.
چیه؟ به چی میخندی؟ به اینکه ماشاءالله شوهرم چه پاک و معصوم شده. درست مثل بچه نازنازی سر به زیر داره میره خواستگاری. بدجنس. خیلی احمقانه است نه؟ ببین منو به چه کاری وامی داری یا؟ اینجاست؟ یه خیابون بالاتر. من یه ساعتی باش خودم اینجا میپلکم، خدمت میکنم تا بیام. میای دیگه. همه به دنبال کار و زندگی خودشونن، ولی هیچ کس نمیتونه حدس بزنه کار من اینجا چیه. کی باور میکنه که من اینجا منتظرم شوهرم از خواستگاریش برگرده؟ خب مبارکه. جات خالی بود لیلا، بودی کلی میخندی. دختر 2 متر قد، بد اخلاق، ترشیده، اون وسط هم گاهی وقتا ناخوناشو میجوید بیچاره. هول کرده بود. نمیتونم. بعد اون وقت یه تیک خفیف اینجوری هم داشت. ببین مسخره. به خدا جدی میگم. هیچی دیگه. بعد بابای شروع کرد به صحبت و از کار و بار پرسید و چقدر زندگی گرونیه و از این حرفا. اون وقت دختره گفتش که آخه شما تا حالا خارجم بودین؟ گفتم بله. گفت کجا بودین؟ گفتم ایتالیا و فرانسه و آمریکا. و گفت کجا رو پسندیدین؟ گفتم که برای زندگی ایران خوبه. اخم کرد بدی دفعه. ولی معلوم بود که پول دارن ها. 1 کیلو طلا تو گردن و روی دست و ای خاله شمسی می‌بینی چی کار کرد؟ ببین من میگم واسه این جوجه کباب امشب اون سس بیمزه همیشگی تو درست کنی، نه قاطی پاتی هم می‌کنی، ماست و کشک و انار رو نمی‌دونی. بله بگو. الو. سلام، حالت چطوره؟ سلام مادر جون. ببین غذایا رو خاله شمسی برام تعریف کرده. تو بچه میخوایی، چیکار داری به چاق و لاغریش؟ تازه شکر خدا کن که زن دومت 1 کیلو طلا داره. برای آینده بچت خیلی خوبه. یعنی چی مادر جون؟ آخه با طلا جواهر بچه بداری؟ مادر این حرفا چیه؟ باشه نگران نباش، یکی دیگه باشه. خب حالا شما خیلی به خودت سخت نگیر. باشه من باید برم الان. خداحافظ. وای دیراد نه تو بلد نیستی. چه جوجه میشه؟ نه خیلی بگید بالا بیم بکشید. بازم که اینو درست کردی که مجنون عجیب غریبه تو. اون شب و فردا و پس فرداش رضا خیلی مهربون و گرم شده. بیش از حد میخواست به محبت کنه تا یادم نره که خیلی دوستم داره. بعدش هم هی برام کادو میخرید. لیلا جون، خاله شمسی یه دختر پیدا کرد. بله. دختر مدیر کل بازنشسته وزارت کشاورزیه. 32 سالشه. یه بارم ازدواج کرده ولی بعد از 1 سال جدا شده چون بچه میخواسته، شوهرش هم بچه دار نمیشده. چشم. لیلا جون من مطمئنم که دیگه این یکی واسه رضا کاملا مناسبه. آره مادر جون. چشم. حالا تو هفته دیگه یه روزو قرار میذاری؟ طبق معمول عصر فرداش راه افتادیم. مثل دفعه پیش رضا دلش میخواست منم باش باشم. انگار میرفت سر جلسه امتحان. نمیخواست من تنها تو خونه بمونم و خودخوری کنم.
انگار دیگه برام عادت شده، ولی عجیبه که نمیترسم. حتی میتونم تو خیالم اونا رو ببینم که دورم نشستن. دختره چه ریختیه؟ نه اینجوری دیوونه میشم. بهتره اینا رو نگاه کنم. داره میاد. چقدر دلم براش تنگ شده بود. چی شد؟ ببین عالی بود، یعنی محشرا. جدی؟ دختره قد متوسطی داشت و خیلی ساکت و از اینا که همش تو خودشونن. بعد اون وقت جریان ازدواجش رو برام تعریف کرد. عاشق شوهرش بوده، منتها چون مرد بچه دار نمی شده ازش طلاق گرفته. مردم دیگه هرچی التماس کرده و اینا اصلا فایده ای نداشته. اون وقت خاله شمسی شروع کرد به شیرین زبونی. آره مادر خوب کردی طلاق گرفتی و زندگی بدون بچه جهنمه و از اینجور چرت و پرتا که حوصله‌مو سر بود. آقا جان من یه زن دارم، عاشقشم، هر روزم بیشتر میخوامش. دیگه زن میخوام چیکار؟ سلام به به به. خورشید از کدوم طرف در اومده که آقا رضا و لیلا خانم این طرفا پیدا شد؟ بله میدونم اخیراً نخست وزیر موزامبیک شدین، اینه که کاروبارتون زیاد شده. بفرمایید اینم دخترش. چه عجب بود. به شکل ماه برم. بفرمایید. ببینم چی شد؟ نشد. چرا؟ دختره از شوهرش واسه یه بچه دار نمیشده طلاق گرفته. بیچاره پسر هر چقدر میاد اصرار و التماس میکنه فایده نداره. دختره از قرار از اون سانگدلوی بیرم. هیچی دیگه رضام قبول نکرد. ولی نازگل نمیدونی خیلی دردناکه. دلم مدام مثل سیر و سرکه میجوشه. نمیدونم یه زخمی، یه دردی، یه چیزی اون ته قلبم باز شده که داره میسوزونتم. خب چرا کاری نمی کنی؟ چه میشه کرد؟ چی رو چه میشه کرد؟ هزار کار میشه کرد. بجای محکم وایسه بگی نه من نمیذارم. تازه اون رضا هم که گفتی خودش که نمیخواست زن بگیره، مامانش مجبورش کرد. خب چیه شما دوتا اینقدر با هم وزوز میکنی؟ خب واسه ما هم تعریف کنی. نکنه عشق عاشقی تو کاره. بازم یه خواستگار دیگه؟ وای باز خوانده‌ای شروع کرد. من دایی جون نازگل حواسش جمعه. آخه دایی جون وقتی عشق به سراغت میاد هر کم که باشی به زانو در میاد. امان از دست این خوانده‌ای به همه چیز کار داره. واقعا که نازگل جون لیلا کجاست؟ کجا بودی مادر؟ دیگه خیلی دلم برات تنگ شده بود. حالت خوبه؟ رضا خوبه؟ آره. این حسین چند دفعه بهش گفتم که یه نوک ما بریم خونه شما. تکون نخورد. خودتون میمدی؟ پدر رضا چطوره؟ اونم خوبه. مادرش، خواهرش همه خوبن؟ واسه خواهر کوچیک رضا خواستگار نیومده؟ من چه میدونم لابد میاد. چیه مادر اومدم؟ لیلا جون چرا وایستادی؟ بی بشی. چطوری؟ خوبی؟ قربونه. این چیه؟ حالا این طوله هاست. تو مهمونی هم باید بهشون سرویس بدین. بابا کجا میرین آخه؟ علی رضا پاشو بگیرشون دیگه من باید برم. واسه ببینم. آقا من یه بار خر شدم. برای بار دوم دیگه خر نمیشم. تازه تو این کار از همتونم جلوترم. آقا بعد میگم کلی از دخترها علاقمندن که با من ازدواج کنن. اما من که به این سادگی تن به ازدواج نمیدم که. شرط داره. باید خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه، هر ماه یه پول قلمبه حسابی بیاره بذاره تو جیبم بدون اینکه من بفهمم. تازه جوون و خوشگل و باسوادم باشه. زیادم حرف نزنه مخم آدم نخوره. جون همچین زنی باید عقل گنجشکی داشته باشه که بیاد زن شما بشه. چه اشکال داره عقل گنجشکی؟ بهتر از عقل کلاقی شماست که نازگل خانم. نه تو هم با اون نام زدی. خیلی دوستی بچه‌ست.
تو دیگه راه فرار نداری. دیگه تمومه. کجا میری مادر بیا تو. کجا لیلا جون؟ سر حال نیستی؟ یکم خستم. چی دلت میخواد واسط بزنه؟ همین خوبه. ولی مادر جون ولکن نبود. 3 هفته بعدی دختر دیگه پیدا کرد. دختر 30 سالشه. پدر و مادرش هر دو فرهنگی هن که در آموزش و پرورش تدریس میکنن. پدر مادره والا آدمای بدی نبودن بیچاره‌ها. اما دختره لیلا از اون دخترای هاپارتی پررو یه چیزی باید میدیدیش. بعد پدرش شروع کرد صحبت و گفت آقا شما کاروبارت چیه؟ و گفتم بله با پدرم یه شرکت مهندسی داریم و درآمدمون بد نیست. بعد دختره گفتش که آقا شما چطور خانمتون راضی شده که زن دوم بگیرید؟ واه واه واه. منم مثل منگولا همینطور بر نگاش کردم. چرا خودش مجبور شد جواب خودشو بده. چی گفت؟ گفت آهان چون حتما بچه‌شون نمیشه. بعد گفتش که البته بچه دار شدنم بدون عشق معنایی نداره و خلاصه چطور ممکنه آدم در آن واحد عاشق 2 نفر باشه و شما اونو طلاق بده بیا منو بگیر. همینطوری دیگه. خب گفتم زن من باید شما رو بپسنده اولا. بعدش هم اگه اون موافقت نکنه اصلا امکان نداره. آقا اینی که گفتم رفت تو خودش. بعد ننهه برگشت گفت وا پس اونم باید بپسنده. بعد چی گفتن؟ گفتم ببین خانم جون من عاشق زنمم، خیلی هم زن با کمالاتیه، فقط بچهش نمیشه همین. بعد دختره گفتش که پس برو هر وقت اونو طلاق دادی بیا سراغ من. گفتم حتما باش تا بیام. اون شب باز دوتایی رفتیم رستوران ژاپنی سیب. انگار دوران نامزدیمون. خیلی خوش گذشت. سر پختن غذا اینقدر ادا در آوردیم و خندیدیم انگار که تازه با هم آشنا شدیم. خونمون، زندگیمون یه رنگ دیگه پیدا کرده بود. ته دلم میگفتم انگار این مسئله بچه زیادم بد نیست. تازه میبینم آدم چقدر میتونه یکی رو دوست داشته باشه. حالا میفهمم که عشق میتونه مثل این موجود زنده رشد کنه، بزرگ بشه. کجا بودین؟ 100 دفعه تلفن کردم. بله دیشب رفته بودیم شام بیرون، دیر وقت رسیدیم. رضا کجاست؟ چرا نرفتی شرکت؟ رضا خسته بود یه خورده موند خونه بخوابه. بایدم خسته باشه با این کارایی که میکنه. چرا انقدر ما رو اذیت میکنه؟ بیچاره خاله شمسی چقدر زحمت میکشه، میره آدم پیدا میکنه، برو بیا بیا برو. آخرش آقا میاد میگه نه. تو چیزی بهش گفتی؟ نه خیر مادر جون. این دخترای منم که انگار از ده اومدن. میگم کسی رو سراغ ندارین؟ میگن نه ما هیچ کس رو نمیشناسیم که دختر داشته باشه. خب معلومه که با زن گرفتن برادرشون مخالفن. حتی یک زنگ نمیزنن که بپرسن خب چی شده. من خودم باید بهشون زنگ بزنم وضع رضا رو براشون تعریف کنم. الو؟ الو لیلا؟ اونجایی؟ بله بله. تو رو به روح پدرت، تو چیزی نگفتی که رضا منصرف بشه؟ نه به خدا، نه رضا منصرف نشده. شما یه دختر خوب پیدا کنید. چشم. مگه اینایی که تا حالا پیدا کردیم بد بودن؟ باشه خبرتون میکنم. خداحافظ. خداحافظ. کی بود؟ مادرم بود؟ آره. دلم میخواست اصلا از خواب بیدار نمیشدم واسه خاطر همین چرت و پرتا.
خواب چقدر خوبه. اگه خوابم نبود که اصلا دیوونه میشدم. میگم بیا بزنیم فرار کنیم بریم یه جا که هیچکی ما رو نشناسه، راحت زندگیمونو بکنیم. همش تقصیر منه. یعنی چی تقصیر منه؟ چیش تقصیر توئه؟ دلم می‌خواست به جای این کارا محکم جلوم وامیستادی، میگفتی نمیخوام زن بگیری. آخه چرا هیچکی نمیفهمه من اصلا احتیاج به بچه ندارم. زندگیم همینطوری که از خیلی هم خوبه. حالا چون مادرم میخواد که نسل خانوادگیش منقرض نشه، چرا من باید یه کاری بکنم که اصلا دوست ندارم؟ از وقتی خاله شمسی راه افتاده دختر پیدا کنه، آقا جون خیلی با هم سرسنگین شده. چند بار رفتم باهاش صحبت کنم، اصلا راه نداد. چند روز پیش تو ماشین بود، بهش گفتم که آقا جون شما چرا خودت با مادر جون صحبت نمی‌کنی؟ من روز اول حرفمو با مادرت زدم، اون میخواست تو دختر خاله شمسی رو بگیری، نگرفتی. حالا داره تلافی در میکنه. خیلی ها بچهشون نشده اما با هم زندگی کردن. تو خودت میگی که زن تو خیلی دوست داری و از زندگیت هم راضی هستی، اون وقت راه میفتی خونه این و اون خواستگاری. خجالت نمیکشی؟ این دختر بدبخت چه گناهی کرده؟ یادت روز اول لیلا به مادرت چی گفت؟ گفتش حالا اگر رضا بچهش نمیشد شما همینجور رفتار میکردی؟ تو خودت بگو اگر که بچت نمیشد و لیلا میخواست طلاق بگیره و بری یه شوهر دیگه بکنه، تو چی کار میکردی؟ حالا کی میخواد طلاقش بده؟ این خودش یه نوع طلاقه، توش نمیفهمی اون چی میکشه. شنیدم که تو هم ناراحتی، تو هم قصه داری. مادرت که راه میره و هی مرتب میگه حیوانی پسرم میسوزه و میسازه. اگه نمیخوای وایس جلو همه بگو نمیخوام. این کارا چیه دیگه؟ خب بدبختی اینه که لیلا خودش راضیه. نه تنها کسی که راضیه تویی، نه لیلا. مادر خالت هم هی میگن امسال نگیره سال دیگه میده، امسال طلاقش نده سال دیگه میده. حالا کی میخواد طلاقش بده آقا جون؟ خداحافظ. دیدم چقدر دلم برای پدر جون تنگ شده. گریم گرفتم. سعی میکردم جلوی خودم بگیرم. وقتی رضا صحبت میکرد حس میکردم یه جوری نسبت به این صبر و تحمل من حسودی میکنه و این بیشتر ناراحتش کرده، اما نمیخواد به رو خودش بیاره. اگه رفتار من یه جور دیگه بود شاید رضا اصلا حسودی نمیکرد. میدونم که ته دلش منو خیلی دوست داره. هیچ زنی حاضر نمیشه اینطور تحمل کنه. خدا به من بچه نداده اما عوضش صبر و تحمل داده. مادری راضیه. چند روز بعدش دوباره مادرشون پیدا شد. برای پس فردا عصر قرار گذاشتن. تو یه جوری رضا رو راضی کن. چشم. شما هم همه رضا برین که خودتون ببینین. من نیومده همه تو خونه دشمن منن. وای به حال روزی که بخوام با رضا برم خواستگاری. مادر جون تو رو به خدا یک کاری بکن رضا این یکی رو قبول کنه. هم تو راحت میشی هم من. خب خوشم دیگه. راستی حال عزیز جون و دیگران چطورن؟ خوبه؟ بله ممنون. از این قضیه چیزی نمیدونن. شما این موقع حرفی نزنی. نه من حرفی نمیزنم. حالا تازه اگه بدوننم خب میفهمن که رضا واسه خاطر بچه این کارو میکنه. نمیدونن که من بچه دار نمیشم. ها پس فکر میکنن که رضا بچهش نمیشه؟ وای چه ننگی. نه خیلی مادر جون فکر میکنن که ما بچه دلمون نمیخواد، الان دوست نداریم. خیلی خوب خداحافظ، من باید برم، آژانس منتظره. خداحافظ. یکی دور و برت بدجوری عاشقته، اون وقت یه چیزی میخواد بهت بگه نمیدونه بگه نگه. چی؟ میخواد بگه بیا فرار کنیم بزنیم به کوه و دره از شر همه خلاص شیم. ببین این کوه
این دره، هم جاده فرار. دیدی؟ ببین مال تو چی میگه؟ یه زنی تو زندگیته که خیلی دوستت داره، همه چیزای خوب دنیا رو واسه تو میخواد. یه زن دیگه ای هم هست که منتظرته، جوونه، تو رو خوشحال میکنه. چی شده؟ مادر جون تلفن کرده؟ اومد اینجا، یه دختر دیگه پیدا کرده، 24 سالشه، میدونه زن تو طلاق نمیدی، میدونه من بچه دار نمیشم. پس فردا ساعت 4. نه نمیخوام. کسی که فرزندی به این دنیا می آورد بر فریبکاری زندگی مهنتبارش صحه می گذارد. او باید دیوانه باشد و دیوانه‌وار عاشق خیش که بخواهد کس دیگری را در این مصیبت سهیم کند. چرا اجازه میدی دیگران تو زندگی دخالت کنن؟ هیچ میدونی چی کار میکنی؟ به خدا اصلا خودشم نمیدونه، پرته. روزی که رفتیم پرورشگاه به رضا گفتم ترجیح میدم بچه خودتو بزرگ کنم. اونم که گفته هر کی قرار زنش بشه باید اول منو قبول کنه. قبول کنه یعنی چی؟ خب ممکنه لفظاً بگه قبول، عملاً مگه میشه یه زن دیگه تو خونه تو که قراره بهش بچه بده؟ اگر عاشقش شد چی؟ تو چه کاره ای؟ خب همینه دیگه، همش یه امتحانه. اگه رضا واقعا منو دوست داشته باشه. رضا کیه؟ خود تو چی میشی؟ شنیدم گفتی همین که بچه دار بشه بچه‌شو خودت بزرگ میکنی. مگه مادر بچه چلاقه؟ اگه اجازه نداد چی؟ تو یه هووی مهربون به من نشون بده. تو زنبابایی، زنبابا، نمیفهمی؟ اسمت خانم زن جلیل خان یادت رفته؟ به محض اینکه آقا زن دیگه ای گرفت مجبور شد با 2 بچه بذاره بره. نه فرق میکنه. اون زنی رو که رضا انتخاب کنه. رضا؟ مگه رضا کیه؟ اونم یه مرده مثل بقیه مردا. کدوم مردیه که از زن گرفتن بدش بیاد؟ به خصوص وقتی بچه بیاد که دیگه مهر شوهر به زن 100 برابر میشه. نمیدونم دیگه، خسته شدم. حالا بگم نه، فردا چی؟ 2 سال دیگه چی؟ مگه مادر جون دست فرمی داره؟ مگه خودتون نبودین که میگفتین مادر جون به هر چی بند کنه و بخواد هیچ کی جلو دارش نیست، که ارادش از فولاده؟ حقیقتش دیگه نمیتونم نگاه‌های مادر جون رو تحمل کنم و دائم از ترس و دلهره بلرزم. هر چی اون بخواد. تسلیمم. حس میکنم این دفعه دیگه فرق میکنه. این دفعه همه چی روشن میشه. منم از این بلا تکلیفی در میام. خب چی میشه؟ خیال میکنی همه چی خوب و آروم برگزار میشه؟ احمق، خودتو آزر کن، محکم باش، نترس، نلرز.
چطور بود؟ مثل اینکه یکی بد نبوده. چطور مگه؟ خیلی جدی شدی. والا چی بگم؟ خجالت میکشم. آخه بچه‌م چقدر خجالتی شده. از اینکه پسندیدی خجالت میکشی؟ پسندیدی؟ نمیدونم. مبارک. تعریف کن. هیچی، شوهرش مرده، وضع مالی معمولی، خیلی خجالتی. گفتم میدونین که من زن دارم، اونم باید بپسنده. مادرش گفت البته اگه اون راضی نباشه محال من بذارم. راستش از این حرف مادره خیلی خوشم اومد. پس فقط مونده من ببینمش رو بپسندم. چه میدونم. گرفتار شد. بله. سلام لیلا جون، خوبی؟ سلام خاله جون، به لطفتون متشکر. خوب چی شد عزیزم؟ دیده؟ پسندیده؟ بله پسندیده. خب خدا رو شکر. پس گوشی رو بده به رضا. باشه. سلام خاله جون. سلام عزیزم، پسندیدی؟ بله. قرارشو میذارم پس برای فردا باش. ساعت 6. مادرشم میاد، میدونی که رسمه. باش، خداحافظ. فردا ساعت 6 دختره میاد ببینش. مادرش هم همراهش میاد. ببین لیلا، اگه خوشت نیومد باید حتما به من بگی ها. چون اگه تو خوشت نیاد امکان نداره من قبول کنم. چته؟ عین مجسمه شدی. ببین لیلا، تو منو وادار به این کار میکنی ها. اگه بعداً جا بزنی بخوای ادامه ندی بذاری بری، من بیچاره میشم ها. خوب فکراتو بکن، هنوز خیلی وقت داریم. دیگه از این حرفا گذشته. بریم بیرون، دارم خفه میشم. سلام. به لیلا خانوم. سلام دایی جون. سلام علی جون. حالت خوبه؟ خوبی؟ سلام علیکم آقا. خیلی خوش اومدی. خوبی؟ چه عجب از این برا. چه خوب شد اومدی. تا هم ببینیش بهتره. کیو میگی؟ امیر، دوست رضا و حسین. امیر کیه دیگه؟ همونی که باعث آشنایی تو رضا شد. امشب میاد اینجا. میاد اینجا چیکار؟ خواستگار نازگله. مبارک. لیلا جون. سلام. چطوری؟ خوبی لیلی جون. سلام امیر جون. سلام. خوش اومدی. بفرمایید. الان میام پیشت. من خودم درست چی شده مادر؟ نکنه خبراییه؟ چیزی نیست عزیز جون، فشارم افتاده، خوب میشم. آخه چرا؟ چیزی شده؟ سلام علیکم. شادومان. احوال شما چطوره؟ حال شما چطوره؟ امیر اومد. دوماد با پای خودش داره میفته تو دام. بیا تو. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خیلی خوش اومدید. بفرمایید.
خیلی لطف کردی. آخه چقدر بهت بگم خر نشو. تو تازه اول زندگیته. باید چی خودت بخوای بنزی تو هچه. چیکار کنم دایی؟ این دختره پدر ما رو در آورد. پوست از گلت میکنه نازگل خانم. حالا ببین کی بهت گفتم. ایجون داره میذاره سر مال. نه این روزا خرج و مخارج زیاده، دایی داره قیمتا رو میبره بالا. البته این حرفا فایده نداره. تو بالاخره خر میشی. بله. فقط میخوام از این دوست عزیزت یاد بگیری. 15 سال آزگار از ترشیدگیش گذشته. هنوز دم به تله ندیده. بعد از شام تازه بفرمایید. نمیشه به این سادگی. بفرمایید. آره بذار که همه حاضره. همه تعارف کنه مادر. بفرمایید. خواهش می‌کنم. نه الان میبرم. قشنگ خب همه چی حاضره. همه بفرمایید. خواهش می‌کنم. حتما همین الان. خیلی ممنون. ببخشید مرسی خودش کار من بود آخه. لیلا کو؟ لیلا مادر باز حالت به هم خورد؟ ممکنه مال حامله باشه. ها؟ نمیدونم. فشارم افتاده. چی آقا چی شده باز؟ خوبه فشارش افتاده. فشارش افتاده؟ فشارش کجا افتاده؟ چرا فشار ما هیچ وقت نمیافته؟ بفهمین اقلا شما حالت خوبه؟ دیگه استفراغ نکردی؟ نه سردردت خوب شد؟ بهتره. تخم مرغ عسلیه؟ برای تو درست کردم. خودت بخور من اشتها ندارم. تا 5 دقیقه دیگه میام رد میشم. فقط خدا کنه ازش خوشت نیاد. اگه خوشت نیاد محال قبول کنم. به خاله شمسی بگو منو دید بر خودش نیاره. من واسه چی اینجا واسدم؟ که ببینم زن جدید شوهرم رو میپسندم یا نه؟ کی باور میکنه؟ مگه اعصاب آدم از فولاده؟ نکنه از قصه بهترکم. خدایا با دیدنش آرامش عجیبی پیدا کردم. از دختر بدم نیامد. قیافه آروم و پاکی داشت. انگار دیگه رقیبم نبود. نمیدونم چرا. دیگه خودمم آدم قبلی نبودم. قوی شده بودم. دیگه از اینکه رضا رو ازم بگیرن نمیترسیدم.
سبزه. چشم. همینو میخوای؟ بله لطفا. خب لیلا جون پسندیدی؟ ها لیلا جون پسندیدی؟ بله خیلی دختر خوب و پاکی به نظر می رسید. امیدوارم قدمش برای رضا خوب باشه. خب الحمدلله. خب چی شد تعریف کن ببینم. این هفته قراره خانواده عروس و داماد دور هم جمع شن که همدیگه رو عروس داماد بهتر بشناسن. خب خلاصه الحمدلله همه چی داره عالی تموم میشه. ببین لیلا شام مقصوده برای تو گرفت. ممنونم. من از کار زنایش سر در نمیارم. هر کاری دلشون میخواد میکنم. نمیدونم والا. نمیدونم چیکار کنم. بیا آجان یه خورده این گلدونه رو آب بده ببینم. آماده باشین واسه هفته دیگه کامل بشه این کار. باز پشیمون نشی. بس من خداحافظی میکنم. خداحافظ عزیزم. سلام. لیلا جونم خداحافظ. خواهش میکنم. خب لیلا جون دیدیش؟ پسندیدی؟ بله. الله اکبر. حالا چرا بایستادی؟ بشین عزیزم بشین. ناراحت نباش. رو پیشونی من اینطوری نوشته شده. آمیرا چیه؟ چه خبره؟ این بازی رو چیه در میاری از خودت؟ پاشو برو از اتاق بیرون. بیرون. این لطفا. از روز بعد به اتفاق رضا رفتیم برای خرید حلقه و انگشتر عروس، چون هیچ کدوم از خواهرها حاضر نشدن با رضا برن. وزن سبکی داره، این زمرده، اما وزن طلایی بالایی داره. چطوره این؟ خوبه دیگه. این دستت کن. برای چی؟ میخوام بخرم برات. من نمیخوام. ممنون آقا. مطمئنی؟ آره بابا. چقدر میشه آقا این؟ ما که هیچ کدوم قبول نکرد، ولی مادر جون خیلی ناراحته. فیروزه میگه بالاخره چی؟ چند روز دیگه عقد و عروسیه. بریم نریم. گفتیم با تو مشورت کنیم. آره حتما پروین جون. آخه چرا که نه، هم تو هم فیروزه همه برین. اون دختر که گناهی نکرده. مراسم عقدش هم بریم. همه چی آبرومندانه باشه. چطوری؟ چقدر زود اومدی؟ دلم برات تنگ شد. ناهارم نخوردم، گفتم زودتر بریم شام بخوریم. بیا اینو واسه تو گرفتم. گوش کن ببین خوشت میاد. با یادت ای بهشت من آتش دوزخ کجاست؟ چته؟ نمیدونم حالم خوش نیست.
حوصله این عروسی زورکی کوفتی هم ندارم. رفتی خونه گیتی؟ با مادر جون و خاله شمسی رفتم. 1 ساعت موندیم. بعد حلقه رو نشونشون دادم. گفتم تو انتخاب کردی. خواستی نگی؟ چرا؟ خیلی تعریف کردم. بعد هما و فیروزه اومدن، همه رفتن لباس عروس بخرن. همونجا که تو گفتی. مادر گیتی هم همه رو برای فردا شب دعوت کرد خونش. آقا جون زنگ زده بود حال تو بپرسه. گفت نذارید فردا شب تنها خونه بمونه. بیارش اینجا. بچه‌ها رضا اومد. حاضر شید. رضا چرا اینقدر دیر اومدی عزیز من؟ خیابونا شروع بود. خب شروع بود. والا که اومد اینجا. برای اون مردم از بین میره. داشته بودی؟ آره خیلی عالیه. من چی؟ خیلی خوبه. خیلی همه چیز خیلی پیدا کردی؟ فقط زود باشین. زود. بریم. لیلا جون چیکار می‌کنی؟ سلام آقا جون. ما چرا دیگه؟ ببینیم هوای بیرون بهتره. ببینیم راه بریم. اینجا چرا؟ ای بابا معطل نکنید. همیرا این خیلی سنگینه قربونه. چادر رو عوض مادر نه این سنگینی. بابا بود دیر شد رضا بدو. دیر شد میشه که نمیایی. همونه که گفتم قربون کسالت داشت نتونست بیاد. امیدوارم بهشون بر نمیخوره. به سلامت. عجیبه که این مادر جون یه بارم از من نپرسید حالت چطوره. یعنی نمیدونه چی میکشم. نمیتونه یه لحظه خودشو بذاره جای من. اینقدر خودخواهه. بفرمین چایتونو بخورین. دست شما درد نکنیم. لیلا جون خیلی کار خوبی کردی اومدی اینجا. خونه تنها نموندی عزیزم. به خدا توکل کن. اینجور وقتا فقط به خدا توکل کن. تا روز سه‌شنبه و شب عروسی منم افتادم به جون خونه. وسواس تمیزی گرفته بودم. میخواستم همه جا برق بزنم. ظهر رضا سر رسید. هیجان زده و کلافه بود. بساط جوجه کبابش رو راه انداختم. خودم هیچ اشتهایی نداشتم. رضا هم. ولی به اصرار من چند لقمه خورد. بعد از نهار رفت یه خورده بخوابه تا بعدش بره سلمونی و سونا و خودش رو برای عروسی آماده کنه.
غروب رضا برگشت. سرخ و براق شده بود. لباس دامادیش رو تخت آماده گذاشته بودم. تو رو خودت هم تنها نمون. برو خونه مادرت اینا. نه میمونم، منتظرت میمونم. روز آخر اتاق مهمون رو برای خودم جور کردم. از فرط درد کرخ شده بودم. میگفتم خب همینه دیگه، خودت خواستی. مبارکه. من قرار نبود کسی بیاد. اینا کی می‌بردی؟ رسمه. یعنی چی رسمه؟ قرار بود هیچ کس نیاد. خاله جون اب نداره، ناراحت نباش. 10 دقیقه هستیم برای اینکه خاله گناه داره این عروسم. بریم. رضا جون امیدوارم امشب با دیگه با من قهر نباشی. شکوفی جون میوه و این چیزا دارم. مرسی خیلی ممنون. شکوفی جون تو مسئول میوه باش، خواهش میکنم. اینم اسفند، آتیشام اونجاست، روشن کن. گلی جون تو مسئول چایی باش، اونها از اونجا بیار چیز استکان چای تو. منم لیلا در باز کن. نتونستم جلوشونو بگیرم. میبخشی. برو رضا برو.
خونه ما خوش اومدید. شما هم همینطور. خیلی خوش اومدید. خواهش میکنم انشالله که خوشبخت باشن همه. عروسی بچه‌هاتو ببینیم. لطف شما زیاد خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید. لطف شما زیاد خواهش میکنم. مرسی گیتی جان. ایشالله که خدا حافظ عزیزم. خدا حافظ عزیزم. ببخشید مرحمت زیاد. عزیز جون آخه من چیکار کرده بودم که من توی تماس پس میدادم؟ چرا خدا بهم یه بچه نداد؟ آخه چرا به من نگفتی؟ چرا رضا این کارو کرد؟ رضا نمیخواست، من مجبورش کردم. چرا؟ چرا؟ لیلا جون مجبور شدم بگم. اومدم. لیلا اینجاست؟ سلام.
اینقدر از من بدت میومد نقشه کشیدی اینطوری از شرمم خلاص شی. آره الله اکبر. به خدا، به پیر، به پیغمبر خودش اصرار داشت من این کارو بکنم. میخواست دل مادرمو به دست بیاره. من براش مهم نبودم که. به خدا خوشبخت بودیم. بچه میخواستیم چیکار کنیم؟ چیزی کم نداشتیم. خودتون که میدیدین. بچه پرورشگارم حاضر نشد قبول کنه. گفت میخوام بچه خودت باشه. مگه شما بچه نمیخواستین؟ بچه میخواستم نازگل جون، منتها بچه اونو نه کس دیگه. ببینم شما انتظار داشتی واقعا لیلا بمونه تو خونه با همسر جدید زندگی کنه؟ بابا خودش اینطور میگفت میخوام بچه خودتو بزرگ کنم. خب مرد حسابی چرا نمیدی با ما مشورت کنی؟ 10 بار اومدم با حسین صحبت کنم نمیذاش که. میگفت اونا نباید بفهمن، اگه بفهمن ناراحت میشن، غصه میخورن. حسین این سر صدا راه انداز، سرمونو بردی. حالا شما چی میخواد؟ چی میگی؟ لیلا بعد پای قولش واسه با لباس سفید اومده با کفن برمیگرده. یه خونه میگیرم برای گیتی بره، لیلا برگرده سر خونه زندگیش. شما که بچه نمیخواستی؟ برای چی این کارو کردی؟ خب منم همینو دارم. چرا این زن جدیدو طلاق نمیدی؟ میدم، اگه لیلا بخواد حتما طلاقش میدم. هنوزم اتفاقی نیفتاده که. لیلا که دیشب رفت منم از خونه زدم بیرون تا صبح راه میرفتم. تو رو خدا عزیز جون شما یه کاری بکنید. تو رو خدا. دایی جون برو با خودش صحبت کن. لیلا انتقام کیو داری از من میگیری لیلا؟ من چی کارت کردم؟ ها؟ جواب نمیدی؟ اینقدر من لج نکن لیلا. خودت بهتر میدونی همه این کارا رو به خاطر تو کردم. خودت خواستی، غیر از این بود؟ باشه لیلا. باشه بریم سر خونه زندگیت. قول میدم یکی دو روز دیگه این زنه رو بفرستم بری خونه دیگه. یا اصلا اگه تو بخوای طلاقش میدم. باشه لیلا. تو رو خدا باشو. هیچ وقت رضا رو اینقدر عاجز و درمونده ندیده بودم. اینجور که التماس میکرد. اما من مثل سنگ شده بودم. با اینکه هنوز دوستش داشتم ولی مثل عزیز از دست رفته و مرده شده بود. دیگه نمیتونستم پا تو اون خونه بذارم. دو سه روز بعد دوباره رضا زنگ زد و همون حرفا. بعد خواهرش اومدن دیدن من. واقعا تو رضا رو حسابی بدبخت کردی. از صبح تا شب با مادر جون دعوا میکنه. میگه تمام خوشبختی منو فدای خودخواهی خودتون کردی. پدر هم دائم با مادر بگو نگو داره. میگه راست میگه، حق داره. راست میگه، حق داره. تو پدر همه رو در آوردی. عروسم که مدام شکوه میکنه که چرا رضا به اون محل نمیزنه. دیگه نمیتونستم حرف بزنم. حرفی نداشتم. همه چی تموم شده بود. یه هفته بعد رضا عروس برد خونه جدید. بعد از 2 ماه دختر حامله شد. مادر جون از خوشحالی پر در آورد. دختر بعد از 9 ماه زایید. یه دختر به نام باران. آه از دل مادر جون برخواست و داغ دلش تازه شد. برای رضا فرقی نکرده بود. دختر پروین گفته بود رضا ما رو به خاطر لیلا میخواست. حالا که لیلا نیست ما هم نیستیم. اولا خیال میکردم ممکنه یه عشق بین ما به وجود بیاد که نیامد. بعد به خودم گفتم با آوردن بچه شاید بتونم زندگی 2 نفر رو نجات بدم. حالا که بچه اومده
من حاضرم از رضا جداشم. در عوض شاید رضا خیال کنه میتونه با سر و سامون دادن به زندگی من وجدانش رو راحت کنه. رضا میگه قبول و با خوبی و خوشی طلاقش میده. مهری و آپارتمان و همه چیزش هم تمام کمال بهش میده. دختره که به مال و منالی رسیده بعد از چند ماه با پسر خالش که خواستگار قبلیش بوده ازدواج میکنه. بارانم میمونه پرلون مادر جون. خستم، خیلی تنهام. تو این فاصله چند بار رضا اومد سر زد، حرف زد، التماس کرد. گفت که چقدر بدبخته، چقدر تنهاست، که همه جای خونه هنوز بوی منو میده، که همه خرت و پرتام سر جاشه، که چقدر سنگ دلم، که چقدر خودخواهم. ولی فایده ای نداشت. نمیتونستم روزه سکوتمو بشکنم. فرزند کمتر زندگی بیشتر، فرزند بیشتر زندگی کمتر. رضا مونده بود اون خونه بزرگ. منو طلاق نداد. زن دیگه ای هم نگرفت. فقط ته دلش امیدوار بود، یعنی به خواهر بزرگش گفته بود که امسال 28 صفر که شل زرد نظری میپزن مثل چند سال پیش شل زرد بیاره خونه ما تا بتونه منو راضی کنه که برگردیم سر خونه زندگی ما. این ظرف خاله شمسیرم بگیریم بگیرینو بدم ما ظرف خاله شمسیرم پر کنیم بعدش رضا چه بگیر بدم دیگه واقعا شعله زرد شد. نه بابا شد علی رضا بیا ببر اینا خونه آقا این دفعه بچه‌ها خیلی شد. عزیز روی میزم پر شده محمدی اونم بذاریم باشه میشن بچه‌ها سینی‌ها اینجاست بعد بیا ببر آقا بیا بذارید سلام رضا جون. خوبی؟ چه عجب از این حالا؟ سلام حسین جون، قربان تو. خوش میگذره؟ مرسی بد نیستی قربان تو. خوبی؟ کوچولو تو چطوری؟ دایی جون خوبی؟ سلام کردی به هم حسین. خوبی؟ بچه‌هام که تو هستن. بریم تو. مادر جون از اونجا بیا بگی. حالا بچه‌ها که بقیه بگیر الان. حالا شما نگه دار. آره شاید یه روزی وقتی این داستانو برای باران دختر رضا تعریف کنن خندش بگیره که اگه اصرار مادر جون نبود اون هیچ وقت پا به این دنیا نمیذاشت.